салом бинандагони азиз, хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар ахбори озодӣ тақдими шумо мекунем. Имрӯз 2 сентябр ин мавзӯъҳоро дорем. қадрдонӣ бо мукофоти олии давлатӣ. Тоҷикистон ба Бурҳониддин Раббонӣ ва Аҳмадшоҳи Масъуд ордени Исмоили Сомонӣ дод. як натоқи телевизиони Тулуи Афғонистон ки бо намояндаи Толибон мусоҳиба дошт, ба тарк намудани кишвар водор шудааст. ва дар барнома мебинем чаро занбурпарварон дар вилояти Хатлон бим доранд ки асали ҷамъоварӣ намудаашон ба савдо намеравад. 45-50 بود. نه این سال 70-80 تا 100 خستن. президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон дар остонаи 30-солагии ҷашни истиқлоли кишвараш хидматҳои ду чеҳраи машҳури таърихӣ Бурҳониддини Раббонӣ, президенти пешини Афғонистон ва Аҳмадшоҳи Масъуд, қаҳрамони миллии Афғонистонро бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 қадрдонӣ кард. тавре дар ин фармон омадааст ҷоиза ба онҳо барои мусоидат ва миёнравӣ дар расидан ба сулҳи Тоҷикистон дода шудааст. Он ҳам дар рӯзҳое ки вазъи Афғонистон дигарбора ба солҳои фаъолияти ин чеҳраҳои таърихӣ монанд шуда, акнун писари Аҳмадшоҳи Масъуд, Аҳмад Масъуд, мисли падараш аз ҳуқуқи мардуми худ дифоъ мекунад. Президенти Тоҷикистон рӯзи 25 август гуфт кишвараш ҳеҷ гуна ҳукумати дигарро ки дар Афғонистон бе дар назар дошти ҷойгоҳи тоҷикони ин кишвар ва ақалиятҳои дигари миллии он таъсис дода мешавад, эътироф нахоҳад кард. оё ин ду амал пайванде бо ҳам доранд? ҳоло ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод дар студия бо мост ва аз ӯ мепурсам ки ҷоизаҳои Тоҷикистон ба Бурҳониддини Раббонӣ ва Аҳмадшоҳи Масъуд дар ин рӯзҳо чӣ маънӣ дошта метавонад? ببینید شهلا تاریخ نگاران به سهم این دو چهره تاریخی در رسیدن حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفین پیشین تاجیک در سال 1997 بهای بلند میدهند. داستانهای زیادی موجودند که چگونه برهانالدین ربانی آن زمان پرزیدنت افغانستان و هم احمدشاه مسعود آن وقت وزیر دفاع این کشور توانستند رهبر مخالفان تاجیک سید عبدالله نوری را وادار کنند که با حکومت امامعلی رحمان سازش کنند. برخی از تحلیلگران این را به آن بستگی دادند که ربانی و مسعود به حمایت روسیه محتاج بودند و تا اندازه از موقع‌گیری روسیه حمایت کردند. اما جناب نوری در یک گفته خودش همیشه تکرار میکرد که گپ ربانی را که نگذاره کشورتون مثل افغانستان شود. با مدد این دو چهره تاریخی در کابل و خوسته دیدار پرزیدنت تاجیکستان و رهبر مخالفان برگزار شده و امضای قراردادهای مهم سبب گشته بود. دیرتر در سال 1997 سازشنامه صلح تاجیکان در مسکو به امضا رسید. ربانی و مسعود همچنین از ده‌ها هزار پناهندگان تاجیک در افغانستان حمایت کردند. بله، یادآور می‌شوم روز 9 سپتامبر سال 2011 احمدشاه مسعود ترور شد و پس از 10 سال برهانالدین ربانی نیز در یک حمله تروریستی به هلاکت رسید. در پایتخت توجیکستان برها در سفارتخانه افغانستان روزهای یادبودی احمدشاه مسعود و ربانی برگزار گردید و یک نکته که در این نشست‌ها ذکر میشد به خاطر پوسی گنرال احمدشاه مسعود و ربانی در دوشنبه کوچه یا خیابان نامگذاری شود، نه؟ بله، چنین پیشنهاد از طرف روشنفکرها و جامعه شناسان بارها در رسانه‌ها و روزنامه‌های محلی نشر شده است. خصوصا در محفل بخشیده به یادبود احمدشاه مسعود قهرمان ملی و برهانالدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان در سال 2018 در سفارتخانه افغانستان در دوشنبه پیشنهاد شده بود که کوچه و یا گلگشت در تاجیکستان به نام این دو نفر گذاشته شود و در همین محفل ما همچون کارمند رادیو آزادی حضور داشتیم و کارمندان سفارت در صحبت به ما گفتند که با یک مراجعت به حکومت تاجیکستان رو خواهند آورد. و شاید در این شب و روزی سرنوشت‌ساز برای تاجیکان افغانستان از جانب حکومت تاجیکستان چنین تصمیم گرفته شود، ولی با وجود مراجعت‌های پی در پی نمایندگان جامعه کشور به طور رسمی هنوز شرح داده نشده است. بله، تشکر برای صحبت. ضمناً اقدام اخیر پرزیدنت تاجیکستان در میان دانشمندان تاجیک واکنش‌هایی را در پی داشت. از جمله احمدشاه کاملزاده به رادیو آزادی در این باره ابراز نظر کرد. اولا اینکه همین گونه پیشنهاد یا روش رفتار عملهایی که از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و دولت تاجیکستان امروز عملی میشوند البته بادهای طرفهای گوناگونی دارد. این که اگر بگوییم که رئیس جمهوری تاجیکستان میخواهد که خودش در میان مردم فارسی زبان نشان بدهد و آبرو و اعتبار بیشتر کسب کند، این حقی او است. بگذار باشد، ممکن که هیچ هم باشد، ولی برای این کار هم حق دارد. از سوی دیگر این که
چرا کشورهای منطقه و ابرقدرت‌هایی که در این قضیه افغانستان زیر دخلند، چرا اونها تا حد به اندازه‌های به پیمانه‌های با نیروهای طالبان همکاری دارند یا اونها را اعتراف میکنند، ولی تاجیکستان نه. ما هنوز در همون روزهای اول اعتبار داده بودیم و باور داشتیم به اینکه رئیس جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکستان هیچگاه نمیتواند و حق هم ندارد که نیروی طالبان رو همچون نیرو یعنی به عنوان نه همچون نیرو بلکه همچون یک حکومت اعتراف کند، برای که روش و کارهای آنها، حکومتداری و مناسبت آنها با مردمی داخل افغانستان خیلی بد است. احمدشاه کاملزاده بود. قاسمشاه اسکندرов تحلیلگر دیگری توجیه نیز از تشبوس امالی رحمان استقبال نمود. پیام رئیس جمهور همین است که همیشه جمهوری تاجیکستان، سرور دولت تاجیکستان جانبدار صلح، جانبدار با راه سیاسی و سر میز مذاکرات حل کردن تمام مسائل افغانستان و قضیه افغانستان بودند. از ابتدا کوشششان، از ابتدا دعوتشان، از ابتدا صدایی که در تمام جا بلند میکردن از تاجیکستان شروع شده تا سازمان ملل و دیگر مرجع ها همین بود که قضیه افغانستان باید که با راه مسالمت آمیز، با راه مذاکره حل شود و پیام امروزشان همین است که هر گونه حکومتی که با راه زور، با راه تعدی، با راه ظلم، با راه به نظر گرفتن منافع مردم افغانستان اگر تشکیل نشود، صلح و ثبات در افغانستان برقرار نمی شود و البته تاجیکستان این حکومت را هیچگاه اعتراف نمی کند. با سپاس از مصاحبان، ضمناً گزارش نوبتی هم بینندگان عزیز به افغانستان ربط دارد. یک خبرنگار 23 ساله زن در افغانستان که پس از اشغال کابل با نماینده طالبان مصاحبه تلویزیونی داشت، ناچار کشورش را ترک کرده است. او میگوید گروه اسلامگرا به ظاهر احترامش را به زنان و آزادی رسانه ها بیان می‌دارد، ولی در اصل محدودیت‌های شدید جاری کرده است. همکارم که مرسیت تا گزارش می‌دهد. بهشته ارغن میگوید که وقتی ناگهانی یک منصبدار طالبان به استودیوی تلویزیونی تولونیوس افغانستان وارد شده از او تقاضای مصاحبه کرد، اول سر و لباس خود را به معیارهای گروه اسلامگرا موافق نمود. آن وقت از اشغال کابل از طرف طالبان همگی 2 روز گذشته بود. مصاحبه بهشته در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت، زیرا او اولین روزنامه‌نگار زن در افغانستان شد که با عضو طالبان سوال و جواب کرد، ولی این حالت دیر دوام نیافت. این خانم 23 ساله میگوید روز 24 آگوست با کمک برنده جایزه نوبل ملاله یوسفزی از افغانستان به قطر فرار کرد. طالبان زنها را قبول ندارند. وقتی یک گروهی آدمان شما را همچون انسان قبول نمی کند، درباره شما تصوری خوب ندارند. باور کنید این دشوار است. ظاهراً مصاحبه یک بخشی از معرکه رسانه‌ای طالبان با هدف نشان دادن چهره معتدل‌تر آنها بود، زیرا طالبان وعده دادند که در مقایسه با دوران حکومتداری پیشینشان حقوق زنها را احترام کردن نمایندگان گروه و قوم‌های دیگر را شامل حکومت خود می‌کنند. اما بهشته ارغن میگوید طالبان زود از کارفرمای او یعنی تلویزیون تولونیوس تقاضا کردند که زنان کارگر حجاب بپوشند و در رسانه‌های دیگر فعالیت خبرنگاران زن را منع کردند. وی میگوید که گروه اسلامگرا همچنین از رسانه‌های محلی در افغانستان خواسته است که درباره اشغالگری و شیوه حکمرانی آنها گپ زدن را بس کنند. آن زمان بسیاری از همکاران بهشته ارغن علیه کشور را ترک کرده بودند. با وجود آنکه طالبان آزادی رسانه‌ها را کفالت داده گفته بودند که زنان به کار و تحصیل دسترسی خواهند داشت. دیر نگذشته او هم به صف 10,000 هزار خارجی و شهروندان افغانستان پیوست که در فکر ترک این کشور بودند. شما فکر میکنید در آنجا روزنامه‌نگاران آینده دارند؟ فکر میکنید روزنامه‌نگار میتواند در افغانستان بماند؟ آنها میتوانند با عائله خود در افغانستان بایستند و زندگی کنند؟ وقتی برای من آینده نیست، چگونه میتوانم در افغانستان بمانم؟ چطور میتوانم به کار ادامه دهم؟ من تنها میخوام صدای مردم خود شوم، نه صدای گروهی که آمده تاکید کند آنچه را بگو که ما میخواهیم.
بهشته ارغن میگوید از فعال پاکستانی ملاله یوسفزای خواهش کرده است که برای وارد کردن نامش بر روی خط فراریان در قطر کمک کند. این خبرنگار افغانستانی میگوید کشور و کسبش را که برخلاف خواسته های خانواده انتخاب کرده است دوست می‌دارد، ولی همه را گذاشت و این دفعه غربت را انتخاب کرد. مقامات جنوب تاجیکستان امسال از بیشتر شدن استحصال عسل در را با این نعمت طبیعی خواهند داشت. زنبورداران خطلانی نیز از آن نگرانند که حاصل زحمت آنها خریداری کمتر می‌یابد. چرا؟ در گزارشی همکاران ما می‌بینیم. عسل ارگینال باشه نمیکنه. تماشا کن. اسماعیل قاسیموف زنبورپروری 70 ساله میگوید این عسل از گل و گیاهای کوهستان بوده نظر به عسل محلی روشن‌تر و خوشبوی‌تر بوده است. بشکه‌های عسل در اینجا منتظر خریدارند. حالا اسماعیل قاسیموف با گرفتن حاصل 50 آیله زنبور نوی کرپت آمادگی میگیرد، ولی معلوم نیست همه آن را فروخته میتواند یا نه. عسل خریداری زیاد ندارد، شاید به سبب نرخش. قیمتش روزه 70-50 سمول پورنه 45-50 بود. نه این سال 70-80 تا 100 خستگی. سیف الله شکروف زنبورپرور دیگر از ناحیه کوشانیان 34 آیله زنبور دارد. هرچند هنوز با گرفتن حاصل سر نکرده است. الکی در فکر یافتن خریدار است. فروشش قیمت‌تر مورد سودا داد سست‌تر. اصل میگیریم سودا و خریدار نیست و قراست. همه چی قیمت شده، شکر هم 1 کیلوش 10 سوم خسته. قیمت شدن عسل خریداری آن را کم می‌کند، ولی زنبورداران میگویند مجبور هستند که گران فروشند. در عکس حال درآمد نخواهند کرد. مقامات خطلان میگوید که امسال نظر به سال گذشته 7 تن بیشتر عسل جمع‌آوری شده است. عجیب است که افزایش آن نرخ را پس نمی‌کند. اسباب آلات‌هایی که برای زنبور استفاده می‌شود وشین دیگر چیزا داروها نرخ همینا کمتر بالا رفته است. نرخ شکر هم قیمت شدگی است، چون که اگر ما همه وقت اگر عسل تازه را برای ذخیره و زمستان براری اگر تا مهلت کاری آغاز کار زنبوراتیم زنبور پرور یگان حاصل خوب نمیبره، همین هم قیمت شده. در سال جاری 427 تن عسل گرفته شده است، ولی نه همه مردم امکان خریدن عسل را داشتند. گران شدن نرخ آن در بازارهای داخلی در حالی است که اداره امور میگوید 2 سال اخیر شاهد صادرات عسل نشده است. در خطلان شماره زنبور عسل در سال جاری نزدیک 70,000 آیله بوده است. نرخ عسل وابسته به منطقه تولیدش گوناگون و از 60 تا 150 سومانی برای هر کیلوگرم است. و روسیه نقشه دارد تا آخر سال برای انتقال مهاجران پویزدهای چارتری را به راه ماند. وزارت ساختمان روسیه میخواهد روند راه اندازی حرکت این گونه قطارها را نخست با ازبکستان بررسی نماید. در این باره معاون وزیر ساختمان روسیه به خبرگزاری تاس اطلاع داده است. به گفته نیکیتا ستاسیشین، آنها با این مقصد هفته آینده به ازبکستان سفر خواهند کرد تا همه مسئله های مربوط به بردن متشکلانه مهاجران، شروع از انتخاب، امگذرانی و برای ترانزیتی طریق قزاقستان انتقال دادن آنها را مطرح کنند. ضمناً سفر طریق پویز به روسیه را مهاجران تاجیک نیز زیاد منتظرند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. یادتان نرود عزیزان، فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.